به نام خدایی که جان فرید سخن گفتن در زبان فرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران علی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم یک عرض خواهش خود را برای شنوندگان علی قدر بیان کنم. متاسفانه امروز بسیارن بعض اون جان دختران و جان پسرانی که از ما خواهش میکنند برادر درباره عاشقی این یا آن حکایه و شعر ثبت کنین. برادران علی قدر، امروز هم میبینین که از اون عشق دو روزی که جوان ها مشغول میشوند، پدر و مادر خود را کلا فراموش کرده ایستادند. یعنی امروز ها بسیارند اون جوان هایی که امروز در شهرهای مسافری خواه در روسیه باشد ها دیگر ممالک دنیا، در اونجا با یک دختر نابکار شناس می شوند و اون مبلغی که با عرق جبین خود کار میکنند برای راضی گردانیدن اون دختر نابکار همه مبلغ خود را بیهوده صرف میکنند. برادران من، به حرمت خداوند از این راه خطا، از این کار خطا دست کشین. مقصد امید رحمت این است که اون جوانهایی که به این کار خطا میرن به اونها کمی باشد هم یک پند اندرز کنیم تا اینکه محبت خود را از اهل خانواده، از پدر و مادر، از همسر و فرزند دریغ ندارن. چون که امروز ها بسیارند اون جوانهایی که در وطن خود همسر دارند، فرزندان شیرین و شکر دارند و لیکن وقتی مسافر میشوند، یعنی به مملکت خارج می آیند، میگن هیچ کس کاری مرا نمیبیند، پدرم در وطن، مادرم در وطن، همسر و فرزندانم در وطن و از کاری من بی خبر است. ای انسان، پدر و مادر هر سحر میخیزد و در سر جای نماز نشسته میگوید پروردگارا فرزندان مرا و کل فرزندان مسافر ممالک ما را در پناه عفو خود نگه داشته، از راه خطا و از کار خطا نگه دار و برای کار رزق و روزی حلال را نصیب روزشان بگردان. لیکن فرزندی که در راه مسافر است حداقل یک مرتبه برای پدر و مادر دست دعا نمی کشاید. بر زمین با اون دعاهای مبارکی پدر و مادر بی حرمتی کرده، به کارهای حرام و به کارهای زناکاری و بی ناموسی دست میزند. انسان، خود تو از پدر و مادر اون زناکاری و اون دختربازی هایی که میکنی پنهان کرده، لیکن از خالق دنیا، از اون ذات پاکی که روزی محشر تو را حساب کتاب میکند، چه خواهی گفت و چه طور پنهان میکنی؟ تو میتونی از پدر و مادر، از فرزند و از همسر اون کارهای خطایی که میکنی پنهان کنی، لیکن خداوند در کجای نباشی تو را میبیند و از هر یک اعمال تو با خبر است. پس به حرمت خداوند ای برادران و خواهرانی که پندن در سایه بنده را گوش میکنین، از شمایان احترامانه خواهش دارم که از اون حکایه های عشقی که هیچ معنای کلی ندارند از ما خواهش نکنین. اگر یگون درد و حسرتی داشته باشین یا یگون حسی که برای شما تربیویست و میخوانه را گوش کنین، میتوانین با ما روان کنین و انشالله اگر خداوند نصیب کرده باشد، اگر اون قصه شما از دایره ادب بیرون نباشد، برای شما ثبت میکنیم. لیکن ما از قصه های عشق و عاشقی که هیچ معنی کلی ندارد دور هستیم. مقصد ما فقط پندان درس. هر یک جوان و هر یک جوان دختر باید که آر ناموس انسانی خود را نگه دارد تا اینکه در بین جامعه نام اولاد و نام خود را پست نگرداند. و البته هر یک جوان محبتی پاک خود را اولا به خدا و بعدا به رسولش و بعد به اهل خانواده خود ببخشد، اینکه به اون دخترهای نابکاری که امروزها در تمام دنیا بسیار شدند. زیرا از پشت اون دخترهای نابکار و فتنه انگیز چندین عائله های آباد و شادان خانه ویران شدند. فرزندها بی پدر، فرزندها بی مادر گشته، درد دل خود را به کی گفتن را نمیدانند. پس به حرمت خداوند ای برادران و ای خواهرانی که از پند و اندرس های بنده با خبر هستند،
به حرمت خداوند مهر و محبت خود را از اهل خانواده دریغ نداشته در شهر مسافری آر و ناموس ملی خود را و آر و ناموس انسانی خود را و آر و ناموس مسلمانی خود را از دست ندهیم. و نآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید رحمت. و در آخر برادران من و خواهران اهل اسلام، اگر در وقت گفتن این عرض و خواهش خود اگر نسبت شما یگان سخنی خطایی یگان سخنی بدی گفته باشم، از شمایان احترامانه عذر میپرسم. الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را به راه راست هدایت کند و عقل ما را سالم، اراده ما را قوی و ایمان ما را مستحکم کند و از راه خطا و از کار خطا در پناه عفو و عصمت خود نگه داشته پدر و مادر ما را به سر ما سایه‌بان گرداند و راحتی فرزندان دیدن را نصیب روزی گرداند. الله تبارک و تعالی یار و نگهبان و مددگار هر یک شما بود. به نام خدایی که جان فرید سخن گفتن در زبان فرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اول قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده با خوش یک برادر یک قصه درباره مادر نابینا و فرزندش نقل می نمایم. الهی در وقتی گفتن این حکایت اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. برادران و خواهران اهل اسلام من، به حرمت خداوند اگر شما پدر و مادر داشته باشین، در خاطر دارین که اونها دولتی بی‌باهای هر یک شمایانند. و اگر شما حال در شهر مسافری قرار داشته باشین، به حرمت خداوند اون تلفن موبایل خود را بگیرین و به مادر خود زنگ زده گویین که مادر تو را دوست می‌دارم و به تو تشکر زیاد که مرا به وای رسانیده و مرا تربیت کرده. ولی البته به پدر و مادر چقدر که نیکی کنین هم کم است، زیرا پدر و مادر سایه‌بان خاندان، داغوی فرزندانند. وقتی پدر و مادر از هر یک ما و شما رضا باشد، خداوند مهربان و بخشنده از همه ما و شما رضا می‌کرد انشاءالله. لیکن امروز ما بسیارند، بعضی از اون فرزندانی که در شهر مسافر زندگی کرده پدر و مادر را کلاً فراموش میکنند، حالا که نمیدونند که کلید در جنت این مادر است. در شهری غریبی بعضی از جوانان هستند که 5 وقت نماز میخوانند و بین مردم خود را یکی از شیخ‌های زمانه نشان میدهند، لیکن در اصل از حیوان هم بدتر رفتار میکنند. پروردگار ما را از این روزهای سخت نگه دارد. الهی پروردگار مهربان، پدر و مادر هر یک ما و شما را در پناه و عصمت خود نگه داشته راحت فرزندان دیدن را نصیب روزی گرداند. و قصه ای که امروز میخواستم به شما نقل کنم چون این است. یک مادر مهربان چشمش نابینا یک فرزند داشت و این فرزندش وقتی به بیرون میبرآمد، بچه های کوچه او را مسخره کرده میگفتند که تو فرزندی زنی نابینا هستی و غیره و هاکذا گویان او را آزار میدادند. روزی این پسر بچه خودسال به نزد مادر آمده گفت مادر، برای چه دیگر زنها 2 چشم زیبا دارند و لیکن شما 1 چشم دارین؟ این مادر مهربان فرزند را به آغوش گرفت و هیچ چیز نگفت و فقط اشک ریخت و خلاص. با مدد خداوند مادر فرزند را به موقع رسانیده
به دانشگاه داخل کرد و این پسر در وقتی در دانشگاه تحصیل کردن در مدت 5 سال مادر را کلا فراموش کرد و این مادر به سن پیرانسالی رسیده بود و با یاری همدیهگانش سراغ پسر خود را دریافت کرد و روزی به خانه اون رفته در او را 3 مرتبه صدا کرد. در همین وقت در را یک جوانزن زیبایی لباسی زمانوی پوشیده در را گشاد و از عاقب اون 2 نبره خردسال این مادر مهربان برآمد. همینها به جایی که دست این پیرزن را بگیرند گدای طلبنده، گدای نابینا و طلبنده گویان او را مسخره کردند. از این مادر بسیار ازا کشید و به همسر پسرش گفت دختر جانم به من یک کاغذ و یک قلم بیار. و مادر یک چند کلمه در اون کاغذ نوشت و به دست همسر پسرش داد و گفت وقتی پسرم به خانه برمی آید این را بودی انشالله که بدیه برمی گردد. مادر کاغذ را داد و به خانه خود رفت. پسر این مادر به خانه خود شادان و خرسند برگشت و در همین وقت همسرش به او گفت یک گدای طلبنده بود در یک کاغذ نامه نوشت و گفت این را به شوهرت ده اگر میخواهی بخوان. یعنی پسر گفت نه نمیخواهم، چون که میدونست که اون زن نابینا مادر اون پسر است. و بعدا با مدد الله چه فکری شد که یعنی پسر اون نامه را بگرفت و خواند. مادر در اون مکتوب چنین گفته بود فرزندی شیرینم، جگربندی بچه، من تو رو خیلی دوست می‌دارم و خیلی پزمانت شدم. در این دنیا من بغیر تو هیچ کسی ندارم و میخواستم که تو تابوت مرا به سر قبرم ببری، لیکن به این آرزو هم نرسیدم. پروردگار تو را در پناه عصمت خود نگه دارد. و پسر پیش از آنکه که ترک این دنیا میکنم میخوام با تو یک چند سخنی گویم. پسر جان شیرین من، وقتی که تو 2 ساله بودی از بام خانه به زمین افتادی. طبیبان گفتند که یک چشم تو از کار برآمده باید چشم سالم را گذارند، وگرنه با یک چشم نابینا زندگی میکردی. برای همین هم من چشم خود را به تو دادم. خداوند یار و مددگار تو باد. گویان مکتوب را به اتمام رساند. وقتی این مکتوب را اون پسر خواند بسیار گریه و افسوس های زیاد خورد، لیکن از این هیچ فایده نبود، زیرا مادر ترک دنیا کرده بود. عزیزان دل، الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم و شان می‌فرماید که خداوند مقرر دانست که بجز الله هیچ کسی را سجده مکن و عزت و احترام پدر و مادر را در جایش گذار. یکی از آنها و یا هر دو در حالت پیری بیمارشان، با آنها اوف مگوی، برعکس با آنها مهربانی کن و سخن خوب بزن. و روزی یک جوانی نزد رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میاد و میگوید یا رسول الله، در حیات خود من پیش از همه به کی نیکی کنم؟ پیامبران میگن به مادرت. باز میگن باز به کی نیکی کنم؟ پیامبران میگن باز به مادرت. و باز باری سوم میپرسد که باز به کی نیکی کنم یا رسول الله؟ پیامبران میگن به مادرت. و دور چهارم میگن به پدرت. عزیزان دل، به حرمت خداوند به قدر پدر و مادر رسیده شکر هر یک دمی که با پدر و مادر میگذارین شکر این را کرده دستی دعای خیر آنها را بگیرین. الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را رضای والدین گرفتن را نصیب روزه گرداند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید رحمت. بار دیگر برادران و خواهران اهل اسلامی که در شهر مسافری قرار دارین، به حرمت خداوند
اگر در دل مهر انسانی داشته باشین به پدر و مادر همیشه زنگ زده از حال اونها خبر گیرین و مهر و عاقبت انسانی خود را، مهر و عاقبت فرزندی خود را از اونها دریغ مدارین. الله تبارک و تعالی یار و نگهبانی هر یک ما و شما باد. به نام خدایی که جان فرید سخن گفتن در زبان فرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران القدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده با خواهش یک برادر اهل اسلام یک قصه درباره زنی که یکمین شده به جنت وارد می شود نقل نمایم. و اگر در وقت گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. پیش از آن که این قصه را آغاز میکنم، برای خواهران و زنهای جوان یک خواهش دارم. خواهران علی قدر و مادران مهربان، به حرمت خداوند در پستی و بلندی زندگی همیشه صبر کرده، به قدر عائله و به قدر هر یک لحظه ی حیات برسین. چون امروزها بسیاران زنهایی که پنهانی از شوهر خود با دیگر مردها صحبتهای تلفنی و صحبتهای غیر انسانی کرده، هم نام خود و هم نام اولاد خود را پست می کنند. البته در زندگی سخت و در دغم‌های بسیار است، لیکن وقتی بنده صبر می کند، وقتی بنده از راه حرام، از کار حرام دور می شود، الله تبارک و تعالی برای اون بنده انشاءالله که فیض و برکت را نصیب روزی می گرداند. روزی فاطمه رضی الله عنها از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند: ای پدر مهربانم، به من گویین که اولین شده کدام زن وارد جنت می شود؟ پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند: در یک منزل یک زن زندگی می کند که پیش از همه زنها یکمین شده به جنت وارد می شود. فاطمه رضی الله عنها گفتند: حتی پیش از من؟ پیامبر گفتند: بله، پیش از تو. و گفتند: اگر خواهی برو و سبب این را از خود کن. این برای فاطمه رضی الله عنها خیلی شوق‌آور شد و به سراغ اون زن رفتند. وقتی به خانه اون زن رسیدند، دو بار در او را صدا کردند. از داخل خانه یک آوازی پیرزنی برآمد. گفت: شما کی هستین؟ حضرت فاطمه رضی الله عنها گفتند: من دختر پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستم. اون زن گفت: ای فاطمه، جان من برای تو فدا باد. من چندین وقت است که با تو دیدار کردن و آرزو داشتم، لیکن از سبب آنی که بیرون برآمده نمیتوانستم، هیچ علاج نبود. والحال عذر که در را برای تو گشاده نمیتوانم، چون که از شوهر برای این اجازت نگرفتم. خوب میشد اگر تو پگاه می آمدی. من از شوهر اجازت پرسیدم، بعد به تو در را می کشایم. روز دیگر فاطمه رضی الله عنها با پسرشان حسن رضی الله عنه آمدند و در را دو مرتبه صدا کردند و این زن گفت: ای فاطمه، عذر، لیکن من فقط برای تو اجازت پرسیده بودم و الحال نمیتوانم که پسر تو را به خانه راه دهم.
روزی دیگر بیا، من از شوهرم برای هر دوی شمایان اجازت میپرسم و انشالله که خواهد درآمد. فاطمه رضی الله عنها روز سیوم نیز با همراهی حسن و حسین رضی الله عنها آمدند و باز 2 مرتبه در را صدا کردند. این زن گفت ای فاطمه، جان من برای تو فدا باد، لیکن من فقط برای تو و پسرت حسین اجازت پرسیده بودم. روز دیگر بیا، انشاءالله که برای هر 3 شمایان اجازت پرسم. اگر شوهرم رضا باشد در را با شمایان میگشایم. و با همین روز 4 هر 3 آنها را به خانه وارد کرد. فاطمه رضی الله عنها وقتی دیدند که اون زن خیلی جوان است پرسیدند. وقتی من در را 2 مرتبه صدا کردم، از داخل خانه یک آواز پیرزنی برآمده بود، لیکن تو خیلی جوانی. این زن گفت برای اونه که آواز من مردها را وسواس نکند و آنها را شیطان به راه بد نبرد، آواز خود را به مثل یک زنی پیرزنی کردم و به شمایان جواب دادم. وقتی این گپ‌ها را شنیدند، فاطمه رضی الله عنها گریه کردند و این زن گفت ای فاطمه، آیا من این کاری که میکنم برای عزت و احترام شوهر را کردن کفایه باشد؟ میترسم از آنه که به جزای الله نفتم. فاطمه رضی الله عنها گفتند ای زن، پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند که تو اولین شده به جنت وارد میشوی. بعد از این با همراهی اون زن یک چند دقیقه صحبت کردند و فاطمه رضی الله عنها به خانه خود روان شدند. عزیزان دل، مادران و خواهران ما و شما حداقل یکی از خصلت‌های این زن را اگر اجرا کنند، انشاءالله که زندگانی ما و شما نور و نور می‌گردد. البته مردها نیز به خود بسیار خطاگاهی دارند، لیکن در زندگی باید اون جوانان و اون شوهر و اون همسری که در یک جا در عقد نکاح زندگی میکنن باید به قدر همدیگر برسند و فرزندان خود را تربیت خوب داده به وای برسانند. زیرا تربیت فرزند از اون کلان سالان خانه وابستگی سخت دارد. اگر پدر و مادر رفتار کردار خوب داشته باشد، فرزند نیز چنین می شود. و اگر نه پدر و مادر فقط دشنام دهد و فقط یکدیگر را گپ‌های قبیح زند، یعنی دشنام‌های قبیح بزند، این برای فرزند تأثیری منفی سخت میرساند. امروز عالمان زمانه میگویند که بسیار اون معماهای عصبانی که فرزندان جوان دارند اصاب اونی که در عائله اونها نارامی حکمران است. برای این پدران و مادران علی قدر و اون جوانهایی که الحال صاحب فرزندان جوان و صاحب کودک هستند، به حرمت خداوند شوهر و همسر با همدیگر با مهر و عاقبت زندگی کنین و شکر هر یک دقیقه عمر کرده به یکدیگر خیانت نکنین و از غضب خداوند بترسین و آر ناموس انسانی خود را در بین جامعه پست نکنین. زیرا این عمر 2 روزه است و از هر یک ما و شما نام میماند. کوشش کنین از همدیگر مهر و عاقبت را دریغ نداشته، عزت و احترام یکدیگر را در جایش گذاشته در زندگی شادان و خرسند زندگی کنین. الله تبارک و تعالی برای هر بنده یک مشکلی به سر میارد تا اینکه اون بنده صبر کرده میتواند یا نه، اون بنده آیا شکر کرده میتواند یا نه. الحمدلله که هر یک ما و شما مسلمانیم و باید به قدر همدیگر برسیم و به قدر انسانی و از ملتگرایی و فتنه انگیزی مردم دور باشیم. در آخر امروز در سامانه های اینترنتی میبینیم که بسیار جوانان دشنام های قبیح نسبت این یا آن ملت زده ایستادند. از اینسان دل، در دین مبین اسلام ملتگرایی حرام است.
اون انسانی که کلمه گوی است برادر و خواهر ما و شماست. به حرمت خداوند به قدر هر یک انسان برسین و از فتنه انگیزی و از ناآرام کردن مردم دور باشین. صلح آرامی، تنج و خاطر جمعی این نعمت بی بهای خداوند است. به حرمت خداوند به قدر هر یک لحظه عمر رسیده از ملت گرایی و از فتنه انداختن بین این یا آن ملت دور باشین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید رحمت. البته هیچ بنده بی خطایی نیست و من هم یک بنده عاجز و گناهکارم و البته در زندگی خود خطاگی بسیار دارم. الهی الله تبارک و تعالی از گناه صغیر و کبیره، از راه خطا و از کار خطا، از راه شیطان و از وسواس آن هر یک ما و شما را در پناه خود نگه داشته برای راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت کنه و پدر و مادر، خواهر و برادر، یار و دوستان ما را در پناه خود نگه داشته بین ما و شمایان مهر و عاقبت برادری و خواهری را مستحکم گرداند. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله تبارک و تعالی یار و نگهبان شما باد. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام، بنده با خوش یک چند برادران و خواهران اهل اسلام یک موعظه درباره اون شخصانی که در سایت های اینترنتی گروه های خود را میکشایند و بعداً با هر خیل حکایه های و سخن های بیادبانه مردم را با آن گروه احمقانه خود دعوت میکنند. یک چند سخن گویم و اگر در وقتی گفتن این یا آن موعظه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. امروز ها میبینین که در سایت های اینترنتی بسیار اون جوان هایی که در سایت ها می نویسند که پسر 19 ساله با خواهر فلانیش فلان کار را کرد، اگر میخواهی به این گروه دعوت شو تا آخرش خود با چشم نببین. ای انسان، از غضب خداوند بترس و از این کار خطایی که سزایش بسیار مدهش است دستکش. و یا اینکه امروز ها بسیارن بازن بسیار جوانهای بی عقلی که در سایت های اینترنتی درباره سرایندگان و دیگر مانند چنین حکایه های بیادبانه پهن میکنند. ای برادر و یا خواهر اهل اسلامی که با چنین کارهای بیادبانه کار میکنی، در خاطر دار خواه در زندگی باشد یا در اینترنت فرقی نیست، هر یک اعمال ما و تو در نامه اعمال نوشته می شود. پیش از آنه که اون قصه هایی که معنی ندارند و مردم را به گمراهی میبرند، اول خوب اندیشه کن که تو چیکار کردی ایستادی و وقتی که اون اعضای گروه تو زیاد می شود از این با تو چی فایده؟ البته امروز این اینترنتی که برای تمام مردم دسترس شده ایستاده است دارد اون چیزهایی که برای مردم فایده آورند، لیکن شرط نیست که گروه های بیادبانه سازی و به آن گروه گمراهی خود مردم را دعوت کرده برای خطا برده. بنده در چندین گروه ها دیدم که مردم، یعنی که اون جوان ها یک قصه از خود میبرارند و میگن یک پسر تاجیک 19 ساله با خواهر فلانی خود فلان کار را ادا کرد. استغفر الله. حالانی که تهمت بنده مسلمان گواه طلب میکند، تو از کجا دیدی که اون کار خطا کرد؟ و امروز باز بسیارند اون جوان هایی که یک چند دخترها را به سایت های اینترنتی میبرارند و میگن در کافه چیکار کرده استادی و در دیگر و دیگر. ولی در این بابت یک برادر دیگر ما نیست
بسیار خوب قید کرده است. ای برادران، ازای بنده مؤمن حرام است. این را بینید که اون موری که گزنده است و میتواند انسان را بکشد، وقتی نی مینوازه از اون خانه خود میبراید و با اون رقص میکند. یعنی که با اون سخن شیرین، با اون آواز شیرین میبراید. وقتی تو یک انسان را نصیحت میکنی، وقتی تو یک انسان را برای راست پند اندرز میکنی، انشاءالله که بدل او هم یک مهری پیدا میشود، از اون کاری کرده خود پشیمان میشود. لیکن شرط نیست که گروه های بیادمانه سازی و اون نوارها را ثبت کرده برای دیگر مردم پیشکش کنی تا اینکه اون را مردم باز بد بینند. پروردگار میگه ان الله یحب العفو. الله تبارک و تعالی بخشیدن را دوست می‌داره چون که خود بخشنده است. وقتی تو عیب یک بنده را پنهان میکنی، روز محشر پروردگار نیست عیب تو را پنهان میکند و برای تو مکافات لایق را نصیب میکند ان شاء الله. در این دنیا نیست یک انسانی که گناه نکرده باشد و البته باید هر یک بنده از رحمت خداوند امیدوار باشد. ای برادر، ای خواهر، ای فرزند آدم، ای بنده خداوند، توبه کن. البته هر یک ما و شما خطاگی های بسیار داریم. شاعر میگه ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، و اون کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد جوابم دهی، پس فرق بین من و تو چیست بگو. یعنی که در این دنیا نیست هیچ یک انسانی که گناه نکرده باشد، و اون کس که گناه نکرد چون زیست بگو. اون انسانی که خطا نکرد، اون انسانی که هیچ بوری در حیات خود خطاگی نکرد، چطور زندگی کرد؟ من بد کنم و تو بد جوابم دهی، پس فرق بین من و تو چیست بگو. میگه اگر من یک کاری بدی کنم و تو بر من یک جواب بدی دهی، در اینجا فرق بین من و تو نیست. برای همین برادران، وقتی دیدین که یک برادر یا خواهر شما در یک کار خطا رفته ایستاده است، اون را نصیحت کنین. شرط نیست که برای مردم او را نشان دین و بین مردم او را شرمنده و شرمسار کنین. حالا که فقط الله میدونه که در روز محشر از همه ما و شما کی کار خوب کرده است و کی جواب دادن میتواند یا اینکه نه. مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. در وقت مرگ مسلمان بمیری، این است که یک نعمت بی‌بها. لیکن در دنیا من مسلمانم گویو یک برادری مسلمان خودت بین مردم شرمنده کنی. من مسلمانم گویو هر خیلی حکایه های بی ادبانه و غیر شریعتانه از خود فکر کرده برآمده او را برای مردم پیشکش کنی و مردم را به گمراهی اندازی. وای بر حالت. بار دیگر میگویم برادران و خواهران، یک لحظه خوب اندیشه کنین و پیش از آن که حکایه ها و اون افندی هایی که بین مردم پهن میکنین استغفر الله گفته به کار خوب دست زنین. یگان حدیث صحیح پیامبر را بگیرن و برای مردم، برای اونی که اونها یک خطاگی خود را اصلاح کنند پیشکش کنین. لیکن فلان سراینده با فلان سراینده دیگر زنا کردن و اگر خواهی ببینی بین گروه آخر شب استغفر الله اون گروه لعنت زده است، استغفر الله روز خود هم به اون عذابم گرفتار میشوی. در خاطر دارین خواه در صید باشد، خواه در زندگی، خواه در شوخی باشد، خواه در دیگر و دیگر، هر یک خطا، هر یک سخن خطا جواب خود را دارد. زیرا دین مبین اسلام سخنهای بی اساس را نفرت دارد. یعنی دین مبین اسلام بر هر یک سخنی که میگویی دلیل و اثبات را طلب میکند. به حرمت خداوند، ای برادران، ای خواهران، ای انسان‌هایی که با گروه ها و با سایت های اینترنتی کار و فعالیت دارن،
از فتنه انداختن بین مردم، از پهن کردن آن سخنهای بی اساس و بی ادبانه‌ای که بین مردم پهن میکنین توبه کرده برای راست به کار خیر عمر خود را صرف کنین و مهر و عاقبتی برادری و خواهری خود را بین مردم مستحکم کنین. و آخر دعوا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. و در آخر برادران و خواهران من، اگر در وقت گفتن این سخن اگر نسبت شما یگان سخنی سختی گفته باشم از همه شما معذرت میخواهم. لیکن امروز ها بسیار شدند این جوانهایی که یک لحظه فکر نمی کنند و آن حکایه های غیر شریعتی که برای مردم پیشکش می کنند فکر نمی کنند که روز می شود که اون را خواهر خود اونها می خواند. فکر نمی کنند که روزی ناخواست پدر اونها این حکایه را می خواند و می بیند که نام فرزند بی ادب این مرد در آنجا نوشته شده است. استغفر الله که هیچ کس را بین مردم شرمنده کردن شرط نیست. اول خطاگی خود را اصلاح کن و بعد به دیگران یاری رسان و اگر یاری رسانده نتوانی حداقل ضرر خود را نرسان. الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را به راه راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت کند و از راه خطا، از کار خطا، از راه شیطان و از وسواس آن در پناه خود نگه دارد. حسبنا الله و نعم الوکیل. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. Mm-hmm.